خوش اومدید به ویدیویی که شاید خیلیاتون منتظرش بودین. این ویدیو توی چند روز گرفته شده. من یه سری توضیحات لازمه بدم و این وسط همه اتفاقاتی که افتاده رو جدا جدا ویدیو گرفتم و سر هم یه ویدیو خیلی قشنگ قراره ببینید. بچه‌ها اگر ویدیویی که راجع به سگ‌های 20 سرپرست بود رفته بودم ویدیوشو گرفته بودم 100% دیدین و اونجا بود که گفتم تصمیم دارم میتونه سگ به سرپرستی بگیریم. با اینکه من اونجا هم گفتم عاشق سگم، مخصوصا سگ پاپی میبینی یادتون باشه دلم رفته بود برای اون گوگولی پشمالو قهوه‌ایه، ولی باز با خودم هرچی 2 تا 4 تا کردم دیدم که بهتر اینه که من یعنی از یه روزی به بعد به خودم قول داده بودم که سگ نخرم و اگر قرار سگ دیگه ای داشته باشم به سرپرستی بگیرم. چند روز بعدش ما پاشدیم رفتیم همون جایی که رفته بودیم برای سگای 20 سرپرست بود. یه سگ دیده بودیم به نژادش بکنم داشت هاوند بود که ببینیم هنوز هستش یا نه که بذارن سگو بغل کنیم دست بزنیم بازی کنیم ببینیم سگ با ما ارتباط میگیره یا نه. خیلی مهمه که هم سگ ارتباط بگیره با تو هم تو با اون بتونی ارتباط بگیری، وگرنه هیچ جوری نمیشه. که تو اون ویدیو من هاسکیه بود خیلی خوشگل بود ولی اصلا نه اون ارتباط گرفت نه ما گرفتیم. رفتیم اونجا اونو به سرپرستی داده بودن رفته بود و یه دونه سگ خوشگل دیگه دیدیم. با انسان ها زیاد خوب نیستی بدبخت. این چیز بوده بی خانمان بوده برای همین زیاد، ولی خوشگله. یه اسمی میتونی روش بذاری. آره و فکر کن یکم طول میکشه عادت کنه. میگه که میگم با چیزای دیگه خوبه، میگه نمیدونیم. دیروز من ولی میگه کانال میت داشته، یه دونه همسلولی داشته. آره میگه با اون خیلی خوب بوده. الهی بریم خونه. کجا اسم براش چی بذاریم؟ خیلی نازه. هی باری سگ خوبیه. برو بریم. بعدش گفتن که خب این چون تازه اومده باید 2 روز ما اصولا صبر میکنیم. میگفتن احتمالش خیلی کمه ولی خب این قانون ماه 2-3 روز صبر میکنیم اگر صاحبی داشته باشه پیدا شه، ولی مشخصه که مثلا توی خیابون پیداش کرده بودن. این سگ خیابونیه و میکروچیپ هم نداره. میکروچیپ انگار یه چیزای کوچولویی که توی همه کسایی که سگ دارن دامپزشکی میبری یه چیز کوچولویی میزنن تو قسمت گردن و اینا که اطلاعات تمام اون سگ از موقعی که به دنیا اومده واکسن زده تمام رکوردا دیگه هر چی که از صاحبش که چه آدرسی اینا یه دستگاه داره. وقتی سگو پیدا کنن میگردن ببینن اگر داشته باشه سری میفهمن مال کیه و میکروچیپ نداشت و گفتن که برای 2 روز صبر کنید بعد از اون باید بره دامپزشکی و یه سری چیزا و در کل 1 هفته ما باید صبر کنیم تا با ما تماس بگیرن که بگن که اینو به ما میدن یا نه. بعد از اومدن از اونجا من اینجوری بودم که دلم نمیاد بگم اگر صاحب داره صاحبش پیدا نشه، چون مسلما هم صاحبش خیلی خوشحال میشه اگر سگش برگرده، همین سگ خیلی خوشحال میشه اگر صاحبشو پیدا کنه. ولی خب انقدر دلم پیشش گیر کرده بود، هم من هم آرشام فقط منتظر بودیم گوشیمون رو نگاه میکنیم که الان زنگ میزنن میگن بیا ببرش و بالاخره یه شب زنگ زدن گفتن که آماده است و میتونید فردا بیاین ببریدش. چه حسی داری میری پسرتو بیاری؟ اینترستیدم. هیجان داری نه؟ هیجان دارم. بچه‌ها داریم میرسیم. بریم. ما یه ذره زودتر خدا یا نگوش کن اینو نگاه کن موهاشو زدم. خب باید بریم اینجا بگیریمش. آشام تو بگیر من ازت ویدیو بگیرم اگه بذارن. ما یه ذره زود اومدیم ولی فکر کنم الان بدنش. مدارکو گرفت. بچه ها رو این تابلوه نوشته که بیشتر از 19,000 تا سگ و گربه هر سال توی این مجموعه مال اورنج کاونتی انیمال سرویس میاد. اینجاش نوشته که صدلی یعنی غمگینی ماجرا اینجاست که 2,000 تا از اونا سالمن و قابل سرپرستی گرفتنن ولی میکشنشون به خاطر اینکه هیچ کسی نمیاد به سرپرستی بگیرتشون. پک دادن آخه وسایلشه نه مدارکش و این چیز هست. پارکر is coming. اسمشو گذاشتیم پارکر که به کوچی هم بخوره. بگو his name is Parker.
His name is Parker. We put the Parker name, yeah. So if when you register, I don't know if you can add it. نگه داشته بود اومده بود بیرون. آره میشه ساین بدی نباشه میدونی؟ آره چه پسر قشنگی. بده بگیرم تو بگیری ازش. آره بچه‌مون شاشوه. همون عین خودمونه. این آششیشون. خدایا رسیدیم خونه، بسیار استرس دارم. میخوام برم پوچی بیارم، چون انگار اول باید بیرون از محیط خونه با هم آشناشون کنی، ولی اون فاصله دور. من نمیدونم ریاکشن پوچی واقعا چیه، فقط میدونم که خیلی حسوده و پارکر و آرشام هم موندم پایین تا من پوچی رو بیارم. بریم ببریمش ببینیم چیکار میکنن. اولین کاری که پوچی کرد منو بو کرد، چون دست دادم به پارکر بوش اومده. الان اینجوریه. قلدر محله رو میبینید. برم ببینم چه خبره. کیو باید جر بدم؟ یا ابوالفضل وایسا. نو 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 مامان. سلام علیکم. شما کی هستی اومدی؟ آرشان پوچیو بیشتر ناز کن، حس نکنه رفت زیر پای آرشان. آره چه بچه خوبیه. پارکر اوکیه، پوچیه مقداری. نه پوچی هم داره اوکی میشه. پوچی تو خونه معلوم میشه، نه اینجا. پارکر 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 پوچی جون مامان، نفس مامان. خب بچه‌ها یه مشکلی که ما متوجه شدیم اومدیم تو خونه، اینه که تو خونه یه کوچولو پیپی کرد، با اینکه بیرون پیپی کرده بود و معلوم میشه که آموزش ندیده. یعنی ما احتمال میدادیم نکنه که مثلا سگ خونگی بوده فرار کرده تو خیابون پیداش کردن و الان باید پد بذاریم، به علاوه اینکه میبریمش پایین هر چند ساعت یه بار. ولی خب پد بذاریم خونه رو کثیف نکنه و فعلا تو این اتاقه. الان نشونتون میدم و خیلی هم کنجکاو. کل خونه اومد شروع کرده بو کردن. ای خدا پوچی داره اعتراض میکنه، دست بهش نزن. دیدم نازش کردی، دیدم. الان پوچی اینجوری که این تخت منه، این تخت منه، واسه چی دادیدش به این؟ خب میبینید که خودشو لوس کرد. بعد بیام بهتون توضیح بدم مثلا اونجا چی گفتم. پوچی نکن مامان. خب شما فعلا اینجا باش. نکش کن آخه. شما فعلا اینجا باش تا ما ببینیم با پوچی و تو چیکار می‌کنیم، با هم کم ارتباط بگیرید. پوچی رو داریم اینجا. آره نکن جلو پوچی، نازش نکن. گناه تو جلو چشم من بابا داری خیانت می‌کنی. پوچی مامان خوبه فردا داریم میبریمش همون. آره فردا میبریمش همون. بعد از اینکه آوردیمش توی خونه متوجه شدیم که خب همونجوری که فکر میکنیم. ببینیم الان بین یه چیزی ما قشنگ گیر کردیم که این سگ کاملا خیابونی ولگرد نمیتونه باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر سگ کاملا خیابونی بود انگل داشت، مشکل داشت و دامپزشکی هیچ مشکل انگلی و اینا خدا رو شکر نداره. ما فکر میکنیم، حس میکنیم، حالا مهم نیست که چی بوده، ولی حالا چیزی که خودمون داشتیم تجزیه تحلیل میکردیم گفتم به شما هم بگم شاید براتون جالب باشه. این بود که احتمالاً این سگ مثلا مال یکی از این هوملس‌ها، از این بی خانمانا بوده، حالا یا ولش کرده یا دستش فرار کرده یا حالا هر دلیلی داشته که دیگه تنها پیداش کردن. چون دیش پیپی بلد نیست که توی خونه نباید بکنه و کل اتاق پر پد و اینا باید بذاریم و گذاشتیم. ولی یه سری اخلاق رفتارا نشونه یک کاملا ولگرد هم نیست. نمیدونم، در صورت هر چی که از خیلی دوست داشتنیه و خیلی خیلی باهوشه و خیلی دوست داشتنیه. خب بچه‌ها فردا ساعت 8 صبح براش وقت آرایشگاه گرفتیم. ببریمش آرایشگاه بشورنش، ترتمیزش کنن قشنگ. بعد توی هفته ببریمش دامپزشکی. احتمالاً این ویدیو 2 تا بشه و بقیه مراحل و اینکه با هم دیگه چه جوری کنار میان و حالا من فردا رو میگیرم آرایشگاهشو براتون ویدیو شو. عزیز دلم یه ذره صبر کن میای بیرون. غذا خشک براش گذاشتم داره میخوره. غذای خشک براش گذاشتم داره میخوره. میخوره؟ آره چه با اشتها میخوره عزیزم. خب ببریمش جناب پارکر رو صبح زوده ببریم آرایشگاه تمیز بشه. پارکر بچه ها خیلی نازه، یعنی اصلا انقدر ببین تشنه محبت قشنگ، یعنی 24 اینجوری یا برعکسه یا اینجوریه که مثلا منو ناز کن. نزدیک شدیم پارکر، بری ترتمیز چی بوی
سگی که شسته نشده رو میده. اینجا رو بپیچیم چپ رسیدیم. آماده ای؟ بریم پارکر؟ بیا پارکر بیا. بودو بچه ها زنگ زدن گفتم بیا پارکر رو بگیر. الان 3-4 ساعت میگذره و من موندم یه شستشو چقدر طول کشیده. شاید خیلی کثیف بوده. و بریم ببینیم پارکر ترتمیز چه شکلیه. چطوری؟ پارکر ببینم چقدر تمیز شدی شما، چقدر نانا شدی. ببینیم تو ماشین. بچه خیلی شیطونه. ببینمت پارکر. بعد اسمشو انقدر صدا کنیم تا یاد بگیره. پارکر ببینمت. وای چقدر تمیز و خجل شدی تو. فکر میکنم یه کوچولو مریض باشه، به خاطر اینکه وقتی پیپی میکنه یه بوی خیلی بدی میده. یعنی معمولی نیست بوش، یه بوی عجیب غریبیه. حالا ببریم دامپزشکی ببینیم چی میگه. پوچیرم برداریم بریم. شما ادای این دوتا رو نگاه کن آخه. یعنی عاشق صدای آب خوردنشم. داریم میریم دکتر. من تا حالا 2 سگ هندل نکردم با هم. خیلی سخته بچه ها. بیا این همه جو میخواد نشونه بذاره. بریم بچه ها بریم. پوچی باید بشینه سر جاش. امپراتوری دست پوچی جلو بشینه. پارکر هم که اصلا دوست نداره جلو بشینه. جالب بود. این پوچی وسط خیابون. بچه ها گفتم شاید بخوایم بدونید 2 سگ داشتن چه جوریه. اینجوریه. این اینجاست، این اینجاست. نه رفت سر جاش نشست. اون سطل آشغالی منه. شما باش چیکار داری؟ چون اینجا جاییه که خودشون پیشنهاد دادن تو لوکیشن هایی که بود که بیاین مثلا برای چکاپ و اینا دامپزشکیه. و به آرشام گفتم اگر تونستی اجازه دادن ویدیو بگیر که تو ببینیم چجوری چکاپش میکنن و چی کار میکنن و اینا. چون بعضی جا اجازه نمیدن، بعضی جا هم که اوکی میذارن. ولی خب من به خاطر پوچی بیرون وایسادم. و بعد از دامپزشکی متوجه شدیم که حالا به چه دلیل ما نمیدونیم، ولی اینو باید عقیمش میکردن که عقیمش نکرده بودن و باید حتما عقیم بشه. باید یه وقت جداگونه بگیریم براش. تو اولین تایمی که هست بریم عقیمش کنیم. اونو یه ویدیو جداگونه براتون میگیرم. و اینکه رفتارش چیزایی که یاد گرفته 100% باید آموزش‌ها رو شروع کنم. پروسه یه ذره سختیه چون سگ بالغ 4 سالشه. اگر بچه باشه سگایی که کوچولو هستن خیلی زود یاد میگیرن، ولی سگ بالغ دیگه یه مقداری سخته. ولی حس می‌کنم زود یاد میگیره. تمام این مراحل و همه چی رو توی ویدیوی دیگه جداگونه براتون میگیرم. خب بچه‌ها اینا رو جفتشون رو آوردیم پارک سگا یه ذره اشغال کنم بازی کنن. الان نشونتون میدم. خب این ببین این قشنگ اجتماعیه چون بیرونم بوده. من این میترسه. دم بچه‌م نگاه کنید. دمش پایینه. الهی قربون اون دمت برم من که پایینه. وای چقدر سگ اونجاست بچه‌ها. آره سگه. هر کی 2 تا داره. چقدر زیادن. بودو بیارش. میگم آرشام دیدی چقدر سگ اینجاست؟ مرد کودک سگا. اینا سلام احوال پرسیشون باسن و اجزای خصوصی بدن. این چه نوع سلام احوال پرسیه؟ اینو نگاه کن. من ببینم اینجا چه خبره. داری چی کار میکنی؟ خیلی فرندلیه پریز. آره خیلی فرندلیه. آره چوکو نه با بچه من چیکار؟ سلام علیکم. This one is 2.5. This one is almost 4. This is Parker. That's Poochie. اینو نگاه کن. Say hi Poochie. اینو نگاه کن. این چقدر نازه. دوستتون دارم بچه‌ها. مرسی که تا اینجا یه ویدیو همراه من بودید. لایکتون خیلی کمک میکنه. یه قوت قلبم برای من هست. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. بای.